این خاصیت تمام آدم هاست. همه آدم ها یادشون میره که براشون چه کار کردی، فقط یادشون میمونه که باشون چه کار کردی. فقط نکته بعدی، دو چیز شما رو هم به خودتون هم به دیگران معرفی میکنه. دو چیز، یکی صبرتون وقتی هیچی ندارید، یکی نحوه رفتارتون وقتی همه چیز دارید. امتحان میشید. بازم به خاطر بسپاریم، همه آدم ها معمولا زمانی چیزی رو از دست میدن که به داشتنش مطمئنن. این مکر خداونده، این سنت الهیه. میخواد موقعیت باشه، خانه باشه، مال باشه، هر امتیازی که تو دریافت کردی. بازم در مورد آدم ها